سلام بچه‌ها. سلام بچه‌ها، امروز می‌خوایم که یه سری از نقاشی‌ها رو بکشیم که ببینیم کدوممون نقاشیمون بهتره و در آخرمونی که نقاشیش بدتر بودش دوغ و دلسته رو باید قاطی کنیم و بخوریمش. بله تو کامنت هم دیدیم که خیلی راضی هستید که ما شکنجه میشیم. خیلی چه اینطوری عزیزه خب کلا بدذاتی با غذا قربان انگار خیلی بیشتر حال کرده بودید. نه من گفتم باز غذا قربان سس تند و بخوریم. اینا مثل اینکه دوست دارید. مذاب بنزین. خیلی خب دیگه بریم که ویدیومون رو شروع کنیم. لایک و بیاتون نره. اوکی. اولش پنج صورتیه که منو باید بکشیمش. خدای خیلی سخته، خیلی سخته. بعد جالبه که مداد صورتی نداریم. الان من چیکار کنم؟ تقلب نکن. کیه تو؟ تقلب نکن. پاکن نداریم؟ نه. یعنی چی؟ نداریم. چجوری داری هم پایین میکشی میاری؟ ببین اینجوری هم پایین داره تنشو میکشه میاد بالا به جایی که بالا بکشه بره پایین. A few moments later. برای من که تمام فلان تمام شده انا یه ذره رنگ بزنم دیگه. برای منم تمام شد تا باید رنگ میکش کنه. اونم بدون صورتی. مرض چی میخندید؟ بچه پاکن نداریم پاک کنیم. آخه من میشه بدون اشتباه؟ نه هیچ اشتباهی نداره که از گرفته باشه. خفه شو بابا. 1 hour later. با برای من تمام شدش. بابا رنگش نکردی؟ نه رنگش کنه. بسته چقدر میخوای لفتش بدی؟ بسته. آقا این برای منه. خدای برای من قشنگ تره. تو هم نشون بده. سیبیلاشو نکشیدم. دلش کن مهم نیستش نشون بده. این برای منه. به نظر من که برای من بهتره. دیتیل من آقا خدای اینجا دیگه. آقا اینم چی داره؟ جزوه معلم بود. یک بارم نخوندمش. عمرم جزوه چیزم بود فکر کنم بیچه شیمی. یه بارم نخوندم فقط امروز به درد نخوردم. یه بارم نخوندم فقط امروز به دردم خوردش. و همین. و 100% که مال من بهتره. ببینم. خدای مال من بهتره دیگه. حالا شاید تو بعد کنید. نه بابا ببین اصلا کار ندارم. چشش قطع پوزه‌شو نگاه. پوزش کشیده صاف اومده. نه خیر تو عکس دارید میبینید پوزش قشنگ همین شکلیه. نه باشه ما یه تیک برای ما مردونگی رو حفظ میکنیم. باشه هر وقت میخواد چیز کنه خفه شو بابا. با مبازه از این حرفا میزنه. ما حفظ میکنیم مردونگی. اوکی خفه. من یه تیک من برای خودم بزنم توی زبدر بزن. عکس بعدی قراره لیدی باگو بکشیم و خیلی کنم خیلی سخت باشه. خیلی چون دیتیل داره و let's fucking do this. واقعا سخت. خیلی بعد من موقع عکس گرفتنی اینا رو من گرفتم اصلا بهم فکر نکردم میخوایم بکشیمش همچین عکسایی میگیری. خدایی خیلی سخته. این انیمیشن کارتون نیست. خیلی سخته. The next day. من قطعا بهتره. بچه در نظر بگید ما پاکن نداریم. آره پاکن نیستش. این برای منه. بچه برای من بهتره. ببین برای تو تمیزتر از حالا ولی اصلا 1% هم شبیه لیدی باگ نیستش. من فقط چشاشو به یکم بد کشیدم. بابا آخه نگاه یه چشش کوچیکه یه چشش بزرگ دماغی که فقط تو سوراخ کشیده. موهاشو نگاه. نه کوه تپه است. با این بهتره. بابا نمیشه. نه من تیکشو دادم. نه برو بابا نه اصلا کجا شبیه توپله انقدر که حالا فقط یعنی چششو کوچیک بزرگ کشیدی موهاش این تپه کشیدی مهم نیست. نه اگه تا حالا انقدر مرینه صورتش چاقه. اگه تا حالا چشاش کوچیک بزرگه. آقا تهش مساوی. برو بابا کجا مساوی؟ من نمی‌بردم. بچه قشنگ داره جرزنی میکنه. عکس بعدی. خودت هم
میدونی مال من نه بهتره. قشنگ مال من بهتره. حالا میخوایم باب اسفنجی رو بکشیم. این بچه‌ها واقعا اگه مال من بهتره بنویسید، حداقل این بدونه، باور نکنه. کنده دستش. حالا خوبه هیچی هم نمیکشه ها آخر سر. الان تمام میشه. حولم نکن یه هنرمند همیشه کارش طول میکشه. خفه شو بابا. ولی که جفتمون خوشگل کشیدیم. این واقعا به نظرم میشه مساوی بشه. من دستش قطع شده چند ولی خب بیا نشون بده دیگه چند منتظری چی؟ برای منه. ببینم در ارتباط اون بخوام نشون بدی من نمیدونم. مساوی سگ من بهتره دیگه. مساوی دست داره کامل مساوی. آره دست آقا من میخوای دست بکشم برای من بده. برای من کیوت تره، نچرال تره، نچرال بابا این تره. خود بابا اسفنجی این بچه ها آقا اونایی دیده تو از این نقاشی ها هستن 10 تا رنگ رو هم میپاچن 1 میلیارد دلار یارو میخره. برای منم یه همچین چیزیه. بابا اسفنجی بدون دست و پا دقیقاً معنی داره. معنیش اینه که من دست و پامو از دست دادم توی جنگ، توی چشای کوچیک بزرگ. معنی داره. بابا یه سری از اگه معنی دار میخوام از من معنی دار بکشم. آقا مال من برنده است. مساویه. نه بابا بده من مساویه. ببین خودش موقعی که داشت نقاش منو دید اصلا همینجوری یه چیزی یادم نیست گفت از الکی گفتم. بابا خودش میدونه. بچه‌ها من منتظرم نیکول دیم به من زنگ بزنه تا برام تو گروه انیماتوراش. آره تو بده از اون دیگه پارت سوتیاشو میتونی 10,000 تا بسازی. مال تو میشه درباره یه چش انقدر یه چش انقدر. بعدی جوی از اینساید اوت. این سری چرا؟ خیلی بالا. نگاه یه لحظه بیا بالا. من اول چشاشو میکشم. این اول اون اصلا ببین داره تنشو میکشی. آره کجاشه؟ خدا اول صورت ببین اول باید چشو بکشی بفهمی مثلا دور چی باید باشه. باشه تو خب همین تمومش کردیم اینو بالاخره. What the fuck was that? خیلی سخت بود با اینکه هیچی نیست. دوتامون چیز شدیم. من دارم اینا رو میخونم. اولین ویتنامی محمد علی شاه به مجلس چه بود؟ ببینم برای تو رو بکنم مساویه. بذار ببینم. نه دیگه بابا تایش میشه مساوی. نه میدونم آره. آقا مساویه. تایش من برنده میشم. حالا یه آبانسی میدیم مساویشه. اگه میتونید اینو نقاشی کنید بفرستید. خودش میگه نه ولی به اینطوری بغلش میکنی بعد میره پایین پاتو گاز میده. آره واسه انتقام. برای انتقام یه نگاه کن. پم بلشون بذارش پایین. خب الان میخوام عشقم بتمن رو بکشیم که خیلی دوستش دارم. بچه پول دار. دیزر بتمنی سخت. خیلی بتمن فکر میکردیم آسونه چقدر سخت. فکر کنم بتمن فیلماش راحت‌تر از خودش بود. من چیزی که دارم میکشم بیشتر شبیه ویلنا میشه تا هیرو. تو صورتش فول. صورت استخونی. What the fuck. تا اینجا ببینید قشنگ یه ویلنه. آجی پاشم بگیرش. نکن چی شده؟ دو بار نمیدونم. میخوام بچه آقا خدایی تا الان برای من بهتره. ببین بعد این چیه؟ یک کچل ترسناک. خدایی من شوناشو اینا رو بهتر داره بود. بچه من یه سوال دارم. این بتمن سوار موتور میشه بعد این شنلش
لای چرخ گیر نمیکنه. آقا سوپرمن هم تو مشکلات بتمن چیه؟ حسودی میکنه میدونی؟ حسودی میکنه. نه آقا وقتی جوکر هست آدم چرا بتمن دوست داشته باشه؟ نه ببین بچه ها خب من پیش دارم میگم مال من برنده است خب چون این بذار تمام شه الان این وقت جر میزنه ببین بتمن اصلا گردن نداره اینجوری چسبیده این همه ولی یا اخم آره این همه دوستش داره بی گردن کشیدتش این شک مال من دیگه اصلا شکی نیست گردن نمیخوام نه اینا ها نه بابا تو هم بابا یک سر میکنه با حرفا آقا مال من تمام شد بی گردنم کشیده چیه بابا برو جوکر تو بکش بچه خوشگل اصلا هودیه بتمن رو نکشید یه گالری وام میکنیم نقاشیامون رو میفروشیم خب بچه ها اینی هم که دارید دوباره اینم واسه نقشه کشی بوده و منم رشته کامپیوتر خوندم و اینم دوباره بهش دردمون نخورد و الان به درد می‌خوره. خب فکر کنم دیگه این آخرش بشه میخوایم سیندرلا رو بکشیم. اینم به خاطر داستان اصلش هم گفتیم میتونی بری ببینی لینکش الان بالا صفحه میادش. و بچه حتما توی ویدیو هم توی کامنت حتما بگید که اینجور کانتنت ها بیشتر خوشتون میاد یا هم کانتنت های قدیمی ما. ولی ویدیو که ثابت نکرده اصلا خیلی خوشتون میاد ولی باز خب نظرتون من الان یه جاهایی دارم با خودکار میکشم بعد خیلی فرقی هم نداره چون وقتی پاکن نداری چه فرق میکنه مداد یه هنرمند میدونه که دیتیل مهمه یه هنرمند میدونه که مداد دیتیل بهتری داره آره بچه کدوم بتمن با خودکار کشید گفت اصلا من میخوام بکشم به تو چه به من گفت ببین این که 100% سیندرلا اون تو کجاشه من نمیدونم بدنشه بدنش بکشم Look, you're a simp. مسیح یه اشتباهی کرد توی یکی از ویدیوها که من داشتم راجع به دختر حرف می‌زدم به من گفت سیمپ و این کارشو جبران میکنم من سیمپم نه بذار برات دارم گوه خوردم ناموشن گوه خوردم هر کی خواست میتونه به من فوش بده ولی به من سیمپ نگید من واقعا ببین بچه‌ها اگه سیمپ نیست تو جزمین رو میشناسه سیندرلا رو میشناسه چه ربطی داره السا رو میشناسه بعد پاندای کنفوکا رو نمیشناسه به نظرتون این سیمپ هست یا نه نه چه ربطی نداره من کاملا رد میکنم خودش گفت من همه کاراکترهای دختر دیزنی رو میشناسم که این یعنی چی؟ یعنی اینکه من فکرم بازه یعنی اینکه من میشونم سیندرلا میبینم من میشونم جزمین میبینم آقا اصلا فکرم تونسته باشم فرم صورتش خیلی بد شده اون چشش کجا میخوای جا کنی؟ بچه فکر کنم اصلا نگاه کن من تا همینجا کشیدم برندم مثلا نه جوجه رو آخر پاییز میشمارم ولی هر سری اینو میگه تو تایی مجازه کنه نسید ببین بچه این یکی دیگه مامان کورولاین رو کشیده بیشتر آقا ما سرعت هم خیلی مهمه ها نمیشه که یکی بیشتر یک ساعت بخاطر همین کاملش کردم و الان من برندم آقا چقدر هم قشنگ شده حال کنید خدایی خیلی به این چیزه میدونید بگو سیندرلا اگه اون فرشه کمکش نمیکرد به همین سرنوشت دوچار میشد نه من هنری میکشم معمولا یعنی دنبال اینجور چیزای سطحی نیستم دنبال چیز نیستش آره باشه به خاطر زیباییاشون دوست داره ولی نه اصلا من فقط اخلاق برام مهمه اینو همه میدونن اصلا برام زیبایی مهمه فقط اخلاق به خاطر این پاندا کنفوکار نشناخته آقا میدونید اون قضیه چیه لپتاپ بودش بعد لپتاپ اینم نورش افتضاحه سر اون نورش کم شده من فقط سیاهی دیدم تو اون ویدیو من گفتم هیچم باشه این چشاش مشکل داره
هرچی به نفع ما باشه یکم بخوابیم تا این نقاشیشو میکشه. منم می‌خواستم یه آشغال بکشم زود تمومش می‌کردم دیگه. تازه بچه مداد مشکی هم دستش بود، اینو در نظر بگیرید. اوکی. خدای به من معصوم‌تر نیست، دیتیلش قشنگ‌تر نیست. بهتر نیست. مامان کرولا. فقط موهاش به جای نگاه چیز طلاییه به جای مشکی. خیلی قشنگه ببینم. من رنگ نکردم. و این دهنش اینطوری برای من نه من رنگ نکردم. قیافش جدیه. بابا اصلا ببین من کار من چه خوشگلی کرده اینطوری وایساده اینطوری. اینجاشو نگاه کنید این صورتش دیگه، چشمای خوشگل با دهن خوشگل. و مال اینو نگاه کنید. کله طالبی. خیلی خب باشه، من اینم باشه وقتی ما مرامو نگه می‌داریم. همینه. ببین میدونی خیلی وقت دلش میخواد مهم ببینید ترکیب دوغ و دلستر چه طعمی میشه، به خاطر همین. خب دیگه معلومه من باختم دیگه شمردن نداره. نمیخوای بشماریم؟ ببین یه دیدی بلاته به نفع منه. نه بابا نمیخواد بشم درسته. مطمئنی؟ بابا اسکول درسته دیگه، بیشترش تو بردی دیگه. این همه رو حالا من بیام بشمارم درسته. تا کجا پرش کنم؟ بده من پرش میکنم. نه من ترکیب میکنم. اونی که من تو تر نمیخورم، حالا چیز کن. بچه انقدر دوغ دوست داره که کنم این آخرین باری باشه که دوغ دوست داشته باشه. میخوای خالی بخوری؟ این که مجازات نیست، این جایزه است. همیشه قلب مهربون مجازات میشم، اگر نه که دلستره با طعم به هلو. یعنی فکر کن اون ترش این شیرین. وای what the fuck. بسته اصلا نسکافه شد. میل کن. تعارف نکن بخوره. چی بوی عجیب. چه بوی؟ بکن یه بوی بد و خوبی هلو که باشه. انگار عسل با پنیر داری میخوری. نمیخوری؟ از دلستر میخوری عوضی. من دوغو میخورم. بسته دیگه. نه بچه چطور سرکر اون سری به من میگفت سر بکش تا آخر و بسته دیگه. اگه الان من داشتم میخوردم میگفت بخور. بسته خیلی بدمزه است. هنوزم دوغ دوست داری؟ نه با پنیر و عسل رو داری با هم میخوری. بکنم یه چیزی بدتر چون این هلوه. این طعمش اصلا نمیشه، طعمش خیلی چیز شتیه. بهش باش تو خونه این کارو امتحان نکن. امیدوارم که از شکنجه شدن علیرضا راضی باشید و لذت برده باشید. و اگرم تازه به کار نشدی حتما سابسکرایب کن و این ویدیو رو هم لایک کن، کامنت هم بذار، دمت هم گرم که این ویدیو رو دیدی. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.